اولش که معبود بود. عرب ها میگویند که اله یأله الها و الوهیتا، بهید چشم است خو اله یأله الها و الوهیتا به معنی پرستش کرده شده. پرستش کرده شده. پس در این صورت الله به معنی اسم مفعول مألوه است، معبود. عابد پرستش کننده، معبود پرستش کرده شده. زخرف آیه 84 میگه و هو الذی فی السماء. اگر خود آیات نمیتونین نوشته نکردین، شماره آیاتم بگیرین که باز آیات برتان آسان شو نوشته بکنین از قرآن کریم و همین تو در ذهنتان می انشالله میمونه. اما ایتو چپ نشینین خواه که خوتان برا. سوره زخرف آیه 84 و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. 22 سال پیش ما که ترجمه کردیم نوشته امتحال پیشم هست. نوشتهایی که کردیم ورقای دراز بود که خود ما از ورقای کلان کتابچه جور میکردیم. او نوشتهای ما که از استاد نوشته کرده رفتیم پیشم است و در حاشیه یک تفسیر بود نوشته میکردم. التسهیل لعلوم التنزیل بهترین تفسیر هست. خب با تاسف که همون جلد اولش یک دوست ناجوان از پیشم گرفت برد دیگه ناورد گمش کرد و جلد دومش هم باز ما یکی دادم. 2 جلده بود. اما نوشته قلمی هست پیشم الحمدلله، هم از تفسیر و هم از حدیث. زخرف آیه 84 و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. الله ذات است که هم در آسمان معبود هست، اله به معنی معبود، و هم در زمین اله به معنی معبود هست. اعراف آیه 127 میگه وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. ملأ اشراف قوم فرعون به فرعون گفتن که اتذر موسى، آیا تو مگذاری موسی را و قومش بنی اسرائیل را لیفسدوا فی الارض، تا که در زمین فساد کنن. همیشه مفسدین دیگران را مصلحین مفسد میگه، خدا مصلحین میگه. لیفسدوا فی الارض، تا ای که فساد کنن در زمین. و یذرک، و ترک کنن تو را. و آلهتک، و معبود تو را. و آلهتک، و معبود تو را. صاد آیه 5 میگه اجعل الالهه الها واحده. آیا ما بگردیم همه معبودها را یک معبود؟ یا مو قصه است که قوم پیامبر صلی الله علیه وسلم مشرکین مکه با ابو طالب 25 نفر آمدن از بزرگای قریش و گفتن که ما را یک بار امرای بیادرزادیت روبرو بکن که بشینیم. ما از او خواسته داریم و هم از ما اگر خواسته داشته باشه خواستش قبول میکنیم. ابو طالب به پیامبر علیه السلام پیشنهاد کرد و پیامبر علیه السلام قبول کرد. گفت اونا 100 پیشنهاد بکنن ما یک پیشنهاد میکنم. اول مشرکین به عقل قبول کردن، گفتن صحیح، خوشم شدن، آمدن که پیشنهاد میکردن. پیامبر علیه السلام گفت که ما فقط یک خواسته شما دارم، شما 100 خواسته از ما بکنین. گفت چیز؟ گفت قولوا لا اله الا الله، بگوین که نیست هیچ معبود بر حق مگر یک الله. خلاص دیگه الحمدلله. 100 سوال دیگه کجاش باقی بانه؟ 100 سوال کجاش باقی ببانه؟ ابو جهل خیس گفت اجعل الالهه الها واحده.
به می خاطر ما را خواستی کل خداها را پس کنیم یک دانه خدا را قبول کنیم؟ ان هذا لشیء عجاب. این بسیار جای تعجب است. ان هذا لشیء عجاب. این جای تعجب هست. خیستن امو 100 پیشنهاد خود هم نکردن به خاطر که دو 100 پیشنهاد دیگه هیچ جای نمان. وقتی که بگوین لا اله الا الله ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، جای باقی نمیمانه. جای باقی نمیمانه. اجعل الالهة الها واحدا. سوره صافات آیه 35 میگه انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. انهم بودن ایشان اذا قیل لهم وقتی که گفته میشد به ایشان لا اله الا الله، نیست هیچ معبود برحق معبود مگر یک الله، یستکبرون اینا تکبر میگردن. پس این معانی معبود استعمالش در قرآن بود. دو معنیش به معنی ملتجع بود. به معنی ملتجع که از الله یکی معبود گرفتیم، دو اسم مفعول. دیگهش به معنی ملتجع یا پناهگاه. یا پناهگاه. این در این صورت میشه که خوب سعی کنن که با یک زبر و زیر چقدر فرق میکنه عزیزایم. اگر 5% از این هم در ذهن ما بانه کافی است، سال دیگه 10% میشه، 20% میشه، 30% میشه، انشالله 100% میشه. از ما کده به مراتب بهتر میشین الحمدلله. علیها یعلهو. علیها یعلهو بالا که به معنی معبود گرفته بودیم الها بود. الها یعلهو. در این صورت که ملتجع و پناهگاه بگیریم الها میگیریم، لام مکسور میخوانیم، لام کسره میتیم، لام زیر میتیم. الها یعلهو الی کذا ای لجأ الیه، به او پناه برد. لجأ الیه، به او پناه برد. یاسین سوره 74 میگه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون. گرفتن ایشان غیر خدا آلهه را تا که ایشان را نصرت کنه، نصرت کرده شود. نه خداهای باطل نصرت کرده نمیتونه. پس اینجا به معنی الها یعلهو به معنی ملتجع هست، پناهگاه، تا که به ایشان پناه ببره. در غزوه احد مشرکین مکه خطاب به مسلمین گفتن که لنا عزا ولا عزا لکم، ما عزا داریم شما عزا نداریم. مسلمانان در جوابشان گفتن که الله مولانا ولا مولا لکم، الله پناهگاه ما هست و شما مولا ندارین، دوست ندارین که شما را جا بده، شما را پناه بده. در سوره اسراء آیه 67 میخوانیم و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه. هر وقت که برسه به شما مشکل فی البحر، در بحر، در آب، ضل باز گم میکنه، من کسی را تدعون که شما آواز میکردین، الا خو مگر ایاهو، اینمی یک پناهگاه، یک پناهگاه، یک ملجأ و یک ملتجأ که تنها الله است. الله الله. سه، محبوب معظم. محبوب معظم این قول عده از علما هست که میگویند علیها یعلهو اصلش ولها یولهو بود، ولها یولهو بود، یولهو علیها ولها، یعلهو یولهو است که مصدرش باز ولهن هست یا ولهن هست. این به معنی شدت حب و شدت تعظیم هست، بی نهایت
دوست داشتن و به نهایت تعظیم کردن است. مشرکین مکه معبودای باطلشان را سخت دوست داشتند. از همین جهت آنها در جاهای بسیار بلند عالی اونا را قرار داده بودند. حتی اولادها و فرزندای خود را با نام اونا نظر و نیاز میکردند، میکشتند. الله عز و جل فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. هستند تعداد از مردم که میگیرن بغیر از الله اندادن، شریک های، یحبونهم، کمی شریک ها را که به الله مقرر کردن، لات و عزی و منات و امثالش را اقدر دوست دارن که حب الله، مثل که الله را دوست داشته باشن. که حب الله، مثل که الله را دوست داشته باشن. والذین آمنوا اشد حبا لله، ولی کسایی که ایمان دارن به الله محبتشان به الله بسیار زیاد هست. حبا لله. سوره بقره آیه 165. سوره عنکبوت آیه 25 میگه که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. و گفت در روز قیامت برشان انما اتخذتم من دون الله اوثانا، یقینا شما گرفتین بغیر خدا بتهای را، اوثانا مودت بینکم، دوست در بینتان، فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا، و یوم القیامه، اما امروز در روز قیامت، یکفر بعضکم ببعض، بعضتان به بعض دیگه انکار میکنین، کافر میشین، منکر میشین. و یلعن بعضکم بعضا، و بعضتان بعض دیگه تان را لعنت میگین. سوره شورا آیه 9 میگه که ام اتخذوا من دونه اولیاء، آیا گرفتن اینا بجز از خدا من دون الله اولیاء، فالله هو الولی، دوست حقیقی تنها الله است، و هو یحیی الموتى، بخاطر که الله زنده کننده همه مرده هاست، و هو علی کل شیء قدیر، و الله به هر چیز قادر هست، توانا هست. چهارم معنا از الله، چهارمش چی بود؟ ای جزاکم الله خیرا. المتحیر فیه العقول، که عقلها از درک از او حیران هستند، حیران هستند. ذاتی که عقلها درباره او در حیرت هستند. ای در کدام صورت؟ در صورتی که اله یأله الهن به معنی تحیر شود. در صورتی که اله یأله الهن به معنی تحیر بگیریم از او، و مطابق این معنا باز اله ذات هست که از لحاظ اسرار خفیه و افعال عظیمه و صفات جلیله او از علم، قدرت، تدبیر و حکمش و عظمتش، عقلها از درک از او حیران هستند، از درک از او حیران هستند. اصلی علم تزکیه و تصوف نمی است که ما الله را بشناسیم. به چی معناست؟ بازی الله را از قلب خود چه قسم عبادت بکنیم، چه قسم مثل که دیروز گفتم الله بگویم،
که امرای زبان ما قلب ما هم الله بگوید، هم الله بگوید. به این مرحله راه رسیدنش حلقه های مزخرف نیست، حلقه های خود ساخته نیست. راهش اینمی حلقات است که ملائک شما را چارپیر کرده، رحمت الله شما را چارپیر کرده. الله این مجلس ما را می قسم بگردانه. این امون مجلس هست انشاءالله که الله ای را در ملأ الاعلی یاد میکنه. پس این حلقات یگانه جای تزکیه هست، یگانه جای علم سلوک هست، علم تربیه هست، علم تزکیه هست، علم زهد هست. و حلقات قرتک زدن و قرتک زدن نیست. در اونجا شیطان او را هم حف کرده، چارپیر کرده، ولی در اینجا ملائک، رحمت الله. در اینجا حیرت به معنی شک و ریب نیست. اینجا حیرت به معنی تعظیم هست و به معنی عدم ادراک حقیقت هست. هیچ کسی، نه پیامبران، نه ملائکه مقرب، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت، و نه هم دیگه ملائک، نه صحابه، نه اولیاء، نه انبیا، هیچ کسی صفات و حقیقت الله را احاطه کرده میتونه. هیچ کسی. سوره بقره آیه 255 در آیت الکرسی برای ما میگه که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. احاطه نمی کنن به هیچ چیزی به علم الله مگر آن چیز را که الله خواسته و برشان داده. الله خواسته و برشان میده. همین قسم سوره انعام آیه 103 میگه که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. درک نمی کنه، نمیابه چشمها الله را. و هو، اما الله کس یدرک الابصار، همه چشمها را میابه. حاضر و ناظر تنها کیست؟ الله است. طه آیه 110 به ما میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. میدانه الله آن چیزی که در پیش روی مردم هست، آن چیزی که پشت سرشان می آید، آن چیزی که در دنیا است و آن چیزی که در عقبا هست. ولا یحیطون به علما. مردم به الله احاطه نمی کنند به هیچ چیز علم الله را. پس از مجموعه از این معلوم میشه که توحید الله، وحدانیت الله، الله را عبادت کردن، عبارت از آن است که الله را در ذات و صفاتش یک و تنها بدانی. الله را در ذاتش، در صفاتش، در اسمایش، در تصرفاتش، در افعالش، همه و همه آن چیزی که مربوط به الله است یک و تنها بدانی. و از مجموعه تعریف توحید معلوم میشه که انواع توحید را بعضی به 3 قسم و علمای معاصر به خاطر فهمیدن بیشتر به 4 قسم تقسیم میکنن. یکی را به نام توحید ربوبیت میگن. توحید ربوبیت یعنی توحید خالقیت، مثل که ما در الحمدلله در سوره فاتحه در آغازش سرش بحث کردیم. خالقیت از آن الله است، ربوبیت از آن الله است. دین توحید، دین و توحید
یک تعدادی بسیار اندک دهریا دیگه هیچ کسی در مخالفت نداشتن. حتی مشرکین مکه اونا هم میگفتن که خالق الله است. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لیقولون الله. اگر پرسانشان کنی که زمین و آسمان کی پیدا کرده، و سخر الشمس والقمر، این مهتاب و آفتاب را کی مسخر کرده، لیقولون الله، میگن الله. ولئن سألتهم من خلقهم، اگر پرسانشان بکنی که شما را کی پیدا کرده، لیقولون الله، باز میگن الله. فقط یک تعداد دهریا و از افغانستان کمونیستای بی عقل خر، اونا که از وجود الله منکر میشدن که الله نیست و این زمین و آسمان گویا به شکل یک تصادف یا طبیعت پیدا شده. اگر مادر و پدرت هم بستر نمیشه تو تصادف پیدا میشدی؟ والله که خو میشدی. تصادف از کجا تصادف؟ این یک کره بود، توپی بود که انفجار کرد، زمین هموار شد و دود از این بالا رفت. آسمان آبیرنگ که هست یا آسمان نیست در خیال ما میه، فقط به اساس طبیعت و تصادف پیدا شد. خوب فکر میکنیم امین یک انفجار کرد. امین انفجار کی داد؟ انفجار کی داد؟ پدرت داد، مادرت داد، لنین داد، کی داد؟ یعنی فکره کمونیسم یک فکره کاملا غلط که کسی یک شمه عقل سلیم داشته باشه، درست این پیاله سر خود آب پر نمیشه تا که میز زیرش چیز نباشه این مانده نمیشه. این آسمان بدون ستون، این شب روز، آفتاب و مهتاب، روز میه شب میه، این چطور بدون متصرف حقیقی میشه؟ پس در توحید و خالقیت و ربوبیت هیچ کس اختلاف نداره الا قلیل. دهریا که کمونیستا هم پیرو اونا هستند. نوع دوم توحید الوهیت هست. توحید الوهیت هست. الوهیت به معنی عبادت. عبادت خاص از آن الله است. هر آن چیزی که عبادت هست، عبادت گرفته شده از کلمه عبده. عبده به معنی پرستش کردن، به معنی خضوع، عاجزی، تضرع، تذلل، همیش معانی لغوی عبادت هست. و در اصطلاح در شریعت پس میگیم تعریف شرعی عبادت. تعریف شرعی عبادت، عبادت عبارت از اسم جامع شامل و کامل هست که بالای همه اقوال و افعال خیر اطلاق میشه به خاطر کسب رضای الله، به خاطر کسب رضای الله و دارای قواعد و مراتب هست. این بهترین تعریف جامع عبادت هست به زبان عده، به زبان مادری ما. عبادت اسم جامع شامل و کامل هست که بالای همه اقوال و افعال خیر به خاطر کسب رضای الله عزوجل، محبت الله عزوجل اطلاق میشه و دارای قواعد و مراتب هست. پس همه اقوال خیر عبادت هست، همه افعال خیر عبادت هست. خب میگه قواعد و مراتب داره. قواعد این معنا که عبادت را از خود کسی تخصیص داده نمیتونه. عبادت به اجتهاد ثابت نمیشه. عبادت نص میخواه، نص یا کتاب الله و یا هم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. به این خاطر میگه قواعد داره.
در یک نماز ما 3 سجده کرده نمیتونیم، 2 رکوع کرده نمیتونیم. نماز فرض صبح را 4 رکعت خوانده نمیتونیم، فرض پیشین 6 رکعت خوانده نمیتونیم، شام را 4 رکعت خوانده نمیتونیم. قواعد داره، قاعده داره، اساس داره و مراتب، مرتبه ها داره. فرض هست، واجب هست، سنت هست، مستحب است. بس اینطور نیست که ما به خاطر مستحب فرض ترک کنیم، به خاطر سنت واجب ترک کنیم. نه، هر عبادت را در جای خودش میشناسیم. پیامبر علیه السلام میگه که اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن همون یک چیز موذی هم از سر راه مسلمان ها عبادت هست. خویره ما به منزله نماز نمیدانیم دیگه. عبادت هست، به اندازه روزه نیست، به اندازه جهاد نیست، به اندازه دعوت نیست. هر کدام از خود مراتب داره. اسم جامع شامل و کامل هست که بالای همه اقوال و افعال خیر به جهت کسب رضای الله عزوجل اطلاق میشه و دارای قواعد و مراتب هست. امی تعریف مختصر عبادت هست. پس توحید الوهیت یعنی توحید عبادت. توحید عبادت، ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. توحید اسما و صفات هست قسم سوم. اسما و صفات، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. همه اسما و صفات الله نیکو هست و همه اسما و صفات الله به نص ثابت میشه. توقیفی هست، در این متوقف داریم. توقیفی معنی که قف، نه زیاد میکنی و نه هم کم. نه کدام اسم الله یا صفات الله را که نمیفهمی دو تأویل میکنی دیگه، و نه هم از دل خود سر الله نام یا صفت مانده میتونی. نه، توقیفی قف، استاد شو، نه پس برو و نه هم پیش، نه پیش برو و نه هم پشت سر. قف، استاد شو. مثل علامه ترافیک واری، نشانه ترافیک واری، استاد شو. پس اسما و صفات الله توقیفی است به نزد جمهور، بلکه کل اهل سنت و جماعت. در اسما و صفات الله انسان ها به چندین گروه تقسیم شدند. یک گروه که منسوب به مسلمان ها، اونا مشبهه و مجسمه گشتند. مشبهه و مجسمه که ذات الله را، صفات الله را به چیزهای دیگه هم تشبیه کردند. الله را به مخلوق تشبیه کردند، صفات الله را به صفات مخلوق تشبیه کردند. ایرا مشبهه و مجسمه میگه که ما از این نیستیم، الحمدلله. گروه دوم گروه معطله هست، تعطیل کننده ها. اونا صفات الله را نفهمیدن، ندانستن، باز او را تعطیل کردن. تعطیلی معنی که گفتن این صفت بخی از الله نیست، از الله نیست، این صفت، این نام الله نیست، در این جمله ما هم نیستیم. دیگهش معوله هست که امرای معطله نزدیک هستند. اینا تعویل کردن. ید را، دست را به قدرت تعویل کردن، وجه را به نعمت تعویل کردن. ما از این جمله هم نیستیم که تعویل در صفات بکنه. تعویل که کردی، از یک صفت گریختی، باز دیگر چه تعویل میکنی؟ از باران مگریزی، زیر چکک میشینی. وقتی که ید را به قدرت تعریف بکنی، تعویل بکنی، باز قدرت به چه تعویل میکنی؟ قدرت هم بین الله و بین بندش مشترک است. اینا میگن در هر صفت که نسبتش به بنده هم میشه، در اونجا باید تعویل بکنیم تا که از تشبیه کاملا دور شویم. نه، تو کیفیت را به الله بسپار. مذهب دیگه اهل سنت و جماعت بنا به مسلک سلف صالحین هستند. امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل،
همه اهل سنت و جماعت به این نظر هستند که نه، اسما و صفات الله معنیش معلوم هست، نسبتش به الله درست هست، آن چیزی که ثابت باشه. کیفیتش از ما مجهول است، در کیفیتش ما کار نداریم. کیفیتش را میگیم کما یلیق بجلاله، کما یلیق بذاته. از کیفیتش ما پرسان نمیشه، ما پرسان نمیشه. بخاطر که یکی از معنی اله را چی گفتیم؟ المتحیر فیه العقول. عقلها همی قسم که از ذات الله در حیرانن، صفات الله را درک کرده نمیتونن، حقیقت صفات هم نمیفهمن. به مو خاطر از زمانی که امام مالک رحمه الله امام دار هجرت را پرسان کردند که استوا به عرش چی معنا؟ سرخ گشت، جواب نداد. مرتبه دیگر گفت که الاستواء معلوم، استوا معلوم است، والکیف مجهول، کیفیت مجهول است، والایمان به واجب، ایمان به این واجب است، والسؤال عنه بدعه، و سوال کردن در این مورد بدعت است، و انکاره کفر، و انکارش کفر است. ایرا امام غزالی یک کتاب عقیدش هست، ما قلمیش بود پیشم، الاعتداد للاقتصاد فی مبادی الاعتقاد، این ما قدر نامش هست و چاپ شده. الاعتداد للاقتصاد فی مبادی الاعتقاد، الاعتماد للاعتداد فی الاقتصاد فی مبادی الاعتقاد، خورترک رساله هست. دو میگه که اینمی قول نه تنها از امام مالک بلکه از امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و احمد بن حنبل هم منقول هست، از همه ایشان نقل هست. پس نوع سوم توحید اسما و صفات هست. نوع چهارم توحید تقنین هست، قانون گذاری. کسایی که توحید را به سه نوع میدانه، توحید تقنین یا قانون گذاری را درج توحید الوهیت میکنن. اما به خاطر جوانا، به خاطر نوجوانا که خوبتر بفهمه، علما این توحید را جداگانه میکنن و میگن که در قرآن هم این جدا ذکر شده، توحید قانون گذاری، توحید تقنین. حاکمیت از آن الله است. این الحکم الا لله، نیست حکم فیصله مگر از آن الله. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون افحکم الجاهلیة یبغون و من یبتغی حکما من الله فاولئک هم الخاسرون. چه رقم است؟ پس افحکم الجاهلیة یبغون، آیا غیر از حکم الله با جاهلیت میخواهند فیصله بکنن؟ با جاهلیت میخواهند فیصله بکنن؟ با غیر حکم الله همه حکم را حکم جاهلیت میگن. قرآن میگه اگر او قانون فرانسه باشه، اگر جرمنی باشه، اگر سعودی باشه، اگر امریکا باشه، اگر پاکستان باشه، اگر هندوستان باشه، هر قانونی که در مقابل قانون الله قرار گرفت او جاهلیت هست. او را ترجیح دادن به نام دموکراسی باشه، به نام حقوق بشر باشه، به نام حقوق زن باشه، به نام حقوق طفل باشه، هر عنوانی که سرش مان. در حقیقت امی حقوق بشر روپوش تمام جنایاتی هست که علیه بشر انجام میشه، روپوش غلاف همه او جنایاتی هست که درج یک کتاب شده و علیه بشریت، علیه قانون الله انجام میشه. این توحید تقنین هست، توحید قانون گذاری هست که از آن الله هست. توحید الوهیت را قرآن کریم به دو نوع بیان داشته. یکی اثبات الوهیت و عبادت خاص برای الله، دوم نفی الوهیت از غیر الله. اثبات الوهیت به الله آیه 163 سوره بقره
و الهکم اله واحد، اله شما، معبود حقیقی شما اله واحد، امو معبود یگانه هست که در اسماء و در ذات و در صفاتش شریک نداره. نساء آیه 171 میگه انما الله اله واحد، جز این نیست که الله معبود حقی شما اله واحد هست. انعام آیه 19 میگه قل انما هو اله واحد. انبیاء آیه 108 میگه قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون فهل انتم منقدون. قل بگوی پیغمبر علیه السلام جز این نیست که وحی میکنه به ما انما الهکم اله واحد، وحی شده به ما که اله شما فقط یک اله است، معبود حقیقی صاحب عبادت لایق عبادت تنها یک الله است. فهل انتم مسلمون، آیا هستیم که شما قبول بکنین را؟ دو، نفی الوهیت غیر الله. لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دمو آیت اس اولش میگه که و الهکم اله واحد، اثبات الوهیت به الله میکنه. حصه دومش نفی الوهیت از غیر الله میکنه. بقره آیه 255 بود، امی قسم الله لا یزال الله لا اله الا هو الحی القیوم، آیه 255 سوره بقره میگه. آل عمران آیه 1 تا آیه 6 میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم. مائده آیه 73 میگه و ما من اله الا اله واحد. طه آیه 8 میگه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، له الاسماء الحسنى. الحمدلله. این مباحث بود که متعلق به الله بود. الحمدلله پشتش چی هست؟ رب. رب عالمین پسان میخوانه. رب یکی از علمای بسیار معروف قدیمی به نام حافظ دامغانی هست. دامغانی هست. این کتاب داره، کتابش اما تو یک جلد برابر این مصحفایی که پیش شما هست، 2 برابر از 1.5 برابرش میاد. کتابش در بازار پیدا میشه، خب کسایی که عربی میفهمن، قیمت هم نیست. به نام الوجوه النظائر فی القرآن الکریم. الوجوه النظائر فی القرآن الکریم. کتاب بسیار خوبی هست، ارزنده هست. هر کلمات قرآن که به چندین معنا آمده او را میگه که این بینق معنا آمده، این بینق معنا آمده. حکمت به چند معنا آمده، رب به چند معنا آمده، مالک به چند معنا آمده. باز در هر سوره که معنی خاص خود داره امرای آیاتش نقل میکنه. الوجوه النظائر فی القرآن العظیم پیش ما هست، فراموش شد که براتون می آوردم. یک جلد هست، یک جلد هست. چاپ بیروت هم داره، چاپ ایران هم داره، چاپ پاکستان هم داره، چاپ افغانستان شاید تل نشده باشه والله اعلم. پیش ما بیروتی هست، بسیار خوب کتاب است، بسیار آسان، فقط کلمات میگیره و میگه که اینی کلمه در قرآن به چند معنا آمده، به چند معنا آمده. باز هر معنیش همراه آیت و همراه سوره میگه برای ما. پس او میگه که رب، امام دامغانی میگه که الرب الربوه والربا والرب والربانی على 10 اوجه، به 10 معنا می آید. رب، ربوه، ربا والرب والربانی به 10 معنا می آید. اولش الربوه به معنی مکان مرتفع و بلند، جای بلند هست. شاهد سوره مؤمنون آیه 50 هست. و جعلنا
ابن مریم و امه آیة و آویناهما الى ربوة. دیدین ما گردانیدیم مریم را، ابن مریم عیسی را، و امه خود مریم را، آیتا نشانه های از قدرت الله که بدون پدر عیسی را پیدا کرد، و آویناهما و ما هر دو را جا دادیم الی ربوة به یک مکان مرتفع، به یک جای بلند. بقره آیه 265 میگه کمثل حبة بربوة، مثل یک دانه در جای بلند، موقع بلند. دوم به معنی ربانیه هست، ببخشید به معنی رابیتون هست. رابیه به معنی شدیده، سخت، شدت. الحاقه آیه دهم میگه فاخذهم اخذة الرابیه، فاخذهم گرفت ایشان را، اخذة الرابیه به گرفتن بسیار شدید، ای شدیده. سوم اربا به معنی اغنا و اکثر عددا، تعدادش بسیار زیاد. شاهد سوره نحل آیه 92 ان تکون امة هی اربا من امه، که شوین شما یک جماعت، هی اربا هی اکثر عددا، تعدادشان بسیار زیاد باشه از امت و مردم دیگه کرده. روم آیه 39 و ما آتیتم من ربا، آن چیزی که شما میتین از ربا، لیربوه لیزداده، تا که زیاد شوه، زیادی بکنن در اموال مردم، فی اموال الناس ای لیکثره، فلا یربو عند الله، این به نزد الله زیادت نیست. در مسئله زم سود که می آید. 4 الربا مطلق زیادت. سوره بقره آیه 278 میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای کسایی که ایمان آوردین از الله بترسید و بگذارید آن چیز را که باقی مانده از زیادت، از سود نزدتان. بعد از این حکم دیگه شما سود نخورید، سر مال بگیرین، رأس المال بگیرین، فقط اما پول اصلی را، آن چیزی که زاید است ترکش کنین. بقره آیه 275 میگه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آنانی که سود میخورند، زیادت، اینا از قبر نمیخیزن مگر دیوانه گناه. و می قسم معانی از این دیگه در قرآن زیاد هست. 5 ربیون الجموع، تعداد زیاد. ربیون کثیر، آل عمران آیه 146 میگه یعنی تعداد، ای جموعا کثیره، تعداد بسیار زیاد. بعض میگه که تعدادی که به هزارها باشه. 6 یربا ای یقبل و یربی الصدقات، الله قبول میکنه صدقات را. مثل که سوره بقره آیه 276 میگه. 7 ربانی به معنی عالم صابر، عالم صبر کننده در مقابل مصائب. مائده آیه 44 والربانیون العلماء الصابرون. 8 الرب به معنی ملک،
به معنی سید. سوره یوسف آیه 50 میگه ارجع الی ربک، بر بگرد به ملکت، ای الی ملکک و سیدک. ما رب را در درس‌های مرزهای عقیده گفته بودیم که به معانی زیاد میه و از جمله 5 معنیش گفته بودیم. معروف هست، به معنی ملک هست، سید هست، آقا هست، فرمان روا هست، فرمان روا هست. کسی که حکمش قبول میشه، حکم دیگرها در مقابل حکمش ترک میشه. 9 الرب به معنی الکبیر، مثل به معنی بزرگ، مثل که در قصه موسی و هارون میاد. سوره مائده آیه 24 اذهب انت و ربک فقاتلا، برو تو و خدای جنگ کنین، ما قرار میشینیم. بنی اسرائیل اینقدر بیادبی که اونا در مقابل پیغمبر و الله کردن هیچ کس. و پیغمبر خود میگه که اذهب انت و ربک فقاتلا، برو دیگه کافر شدی، تو خدای جنگ کنین، ما اینجا هستیم حلوا میخوریم، خواب میکنیم. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در غزوه احد و بس غزوات دیگه امرای صحابه مشوره کرد که چی بکنیم، صحابه بالاخره گفت که یا رسول الله ما نیستیم مثل بنی اسرائیل که بگوییم اذهب انت و ربک فقاتلا. قسم است اگر تو به طرف آتش بروی ما میریم، اگر به طرف دشمن بدوی میریم، به هر طرف ما را سوق بیتی ما میریم. این برتری امت هست. از امو خاطر است که قرآن در مورد صحابه بار بار میگم که فکر خدا بگیریم. رضی الله عنهم و رضوا عنه. 4 الریبه یا ریبه، امو بچه اندر، طفلی که از زن دیگه مردکه هست و در خانهش تربیه میشه. سوره نساء آیه 230 و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم. رب العالمین لفظ رب در قرآن کریم چند مرتبه ذکر شده؟ 969 مرتبه ذکر شده. 969 مرتبه. العالمین هم میخوانیم، باز تفریح میکنیم که یک آیت خلاص شود. العالمین، الحمدلله، همه حمد و ثنا و صفت از آن الله است. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. عالمین در قرآن به 5 وجه آمده، به 5 وجه یا به 5 معنا آمده. الحمدلله. 1 الانس والجن، انسانها و جنیات، مثل که سوره فاتحه رب العالمین میگه. فرقان آیه اول میگه لیکون للعالمین نذیرا. چرا از این علما تعداد زیاد انس و جن میگه؟ به خاطر که مسئول امی 2 گروه هست. ثقلین امی 2 گروه هست. جنت و دوزخ امی 2 فرقه میروه. انبیا آیه 107 میگه و امی قسم سوره تکویر آیه 27 میگه الا ذکر للعالمین. سوره جن آیه 87 هست. معنی دوم عالمین به معنی عالمین همو زمانه خودش هست، معاصرین خودشان، نه دیگران. سوره بقره میگه آیه 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، و ما شما را فضیلت دادم بالای عالمیان امو وقت زمانه خودتان. 3 از زمان آدم علیه السلام تا یوم القیامه، مثل که در مورد
مریم علیه السلام الله عز و جل میگه که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. الله تو را برگزید و پاکت کرد و تو را برگزید به زنهای تمام عالمین، که در جایش باز بحث میکنیم که آیا این تنها مریم است و دیگه ازواج مطهرات هم از پیامبر علیه السلام شامل میشه. یک قول امیست که تمام نسای عالمیان هست. ای آل عمران آیه 42 هست. انبیا آیه 71 الى الارض التي بارکنا فیها للعالمین. به مو زمین برو که ما را برکت دادیم بر عالمیان، به مردمان از وقت آدم تا خاتم تا قیامت. 4 مردمان بعد از نوح علیه السلام، مثل سوره صافات آیه 79 سلام علی نوح فی العالمین. سلامتی باشه به نوح علیه السلام در عالمین. پیش از نوح کسی نبود دیگه که آیت در موردش گفته باشه. نوح به پیغمبر است که بعد از خودش امی قسم آمده و قبل از او نوح ذکر نشده بود در صحیفه ها، خبر داده نشده بود. 5 اهل کتاب آل عمران آیه 97 میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خاص از آن الله است فرضیت حج بالای مردم. اگر کسی کافر شد فان الله غنی عن العالمین، الله بی‌پروا است از عالمین. در اینجا مراد از عالمین اهل کتاب هست. چرا اهل کتاب هست؟ به خاطر که اونا حج را واجب بالایشان نمیدانستند. با این قرینه اوجا عالمین را عالمین کی میگه؟ اهل کتاب ترجمه میکنن. رب العالمین اشاره به حصه دوم قرآن هست و چون تربیت بعد از خلق هست، از این جهت الله متعال اول خلق ذکر کرد بعدا تربیه را ذکر کرد. و لفظ عالمین در قرآن کریم 73 مرتبه ذکر شده. هر سوره قرآن پیش گفتیم دارای دعوا هست و هر دعوا دلیل میخواهد، یا قبل از سوره و یا هم بعد از اون. دلیل ثابت کننده مدعا هست. دلیل ثابت کننده مدعا هست. دعوای سوره فاتحه گفتیم الحمدلله هست و چند ذکر این دعوا از طرف الله عزوجل، هرچند که نیاز نیست، هرچند که ذکر این دعوا از طرف الله لا یزال نیاز نیست، ضرورت نیست، مگر الله عزوجل دلائل این مدعا را ذکر میکنه نظر به عرف عام و عادت مردم. عده از مفسرین میگه که در معنی اول عالمین که انس و جن هست که پیش گفتیم نظر عامتر دارن و میگوین که عالمین به معنی مطلق ما سوی الله هست، غیر از الله، و همه چیز را شامل میشه. و معنی دوم انس و جن هست، مثل که در سوره فرقان ذکر هست. و تفسیر رب العالمین از سوی موسی علیه السلام در جواب فرعون که گفت قال و ما رب العالمین رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. الرحمن الرحیم میریم 15 دقیقه انشاءالله تفریح میکنیم، باز میریم رحمان الرحیم مالک یوم الدین پیش میریم که تا کجا خاطر رسیدیم انشاءالله العزیز. شاید سوره فاتحه را نیمش بخوانیم و نیمش به هر دو کوشش بکنیم که نا وقت نیایم که از پیشتان تیر نشوم.